در دایره سفر کاری در ناحیه خوالینگ ولایت ختلون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در دهه لاهوتی جماعت دهاتی لاهوتی مرکز خدمت رسانی را که در مساحت 150 متر مربع قامت افروخته است مورد استفاده قرار دادند. با پیشوای ملت اطلاع دادند که بینای مرکز خدمت رسانی در دایره اعلام شدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب صاحبکاران محلی بنیاد شده است. بنا از دو آشیانه عبارت بوده در آن برای دوخت سر و لباس، احیای هنرهای مردمی و دیگر نمود خدمت رسانی ها به ساکنان شرایط فراهم آورده شده است. در آشیانه یکم بنا تالار نمایش و فروش سر و لباس و هنرهای ملی، سرتراشخانه و آشخانه جایگیر بوده. در قسمت دیگری آن لباسهای مکتبی، طبی، حربی و سر و لباس ملی به فروش گذاشته شده است. آشیانه دومی مرکز خدمت رسانی از کارگاه دوزندگی عبارت می باشد. کارگاه مذکور با نزدیک 30 عدد ماشین‌های درزدوزی و دیگر دستگاه‌های ضروری برای دوخت سر و لباس مجهز است. در کارگاه دوزندگی بیش از 30 نفر زنان و جوان دختران محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان سال زنده باشد. برای ما بچگان خوش آمدید بابا جان. آسان. بسیار شدیم که در دهه ما چنین یک کارگاه دوزندگی مورد استفاده قرار گرفت و ما امکان پیدا کردیم که فعالیت خود را در چنین شرایط ادامه دهیم. از همین سبب مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امومالی رحمان بیان میکنیم. من همچون یک جوان دختر دوران صاحب استقلال بسیار شدم که در دایره سالهای رشد دهاتی، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه ما چنین یک کارگاه دوزندگی ساخته به استفاده داده شده است. این کارگاه آرزوی ما جوان دختران دهه لاهوتی بود. با تاکید مسئولین به خاطر قانع کردن طلبات میزاجان تا مورد استفاده قرار گرفتن این مرکز 10 نفر زنان و جوان دختران دهه لاهوتی در پایتخت مملکت به کورس‌های کوتاه مدت دوزندگی جلب گردیده نازکی‌های این کسب را آموختند. بسیار خوشبختم که کورس کوتاه مدتی آموزشی را با سر بلند در شهر دوشنبه از خود نمودم و از نازکی‌های کسب دوزندگی آگاه گردیدم. اکنون من میتوانم در این کارگاه دوزندگی که با بواسطه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امومالی رحمان مورد استفاده قرار گرفت کار کنم و زندگی خود را پیش برم. ضمن شناسایی با شرایط مرکز خدمت رسانی در دهه لاهوتی ناحیه خوالینگ پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده اقدام صاحبکار را شایان دستگیری خواندند و زنان صاحبکس دعوت به عمل آوردند که در احیای هنرهای مردمی و جلب جوان دختران به کسب آموزی سهم خویش را گذارند. دستگیری همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان نسبت صاحبکاران و اعلان شدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی ما را وادار میکند که با استفاده از امکانات‌های موجوده انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون را ساخته به استفاده دهیم و برای رشد و پیشرفت وطن محبوبمان سهم گذاریم. در آینده نقشه داریم که در این مرکز خدمت رسانی جایهای نوی کاری تأسیس دهیم. شماره کارگران را اساساً از حساب زنها و جوان دختران محلی زیاد کنیم. بعد از افتتاح مرکز خدمت رسانی در دهه لاهوتی ناحیه خوالینگ در همین جا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با زنان هنرمند و چیره‌دست دهه لاهوتی صحبت صمیمی انجام داده آنها را به حفظ رسم و آیین و عنعنه‌های ملی هدایت نمودند.